درهای ورودی ساختمان شیشه‌ای و به اصطلاح ساختمان خبر سازمان صدا و سیماست که می‌بینید به چه شکلی افتاده. جنایت جنگی رژیم کودک‌کش. تمامی سازه‌های پلاستیکی کاملا ذوب شده. شیشه‌هایی که تو طبقه اول بوده، این قسمت‌های داخل سمت استدیویی که تا آخرین لحظه خانم امامی اونجا داشت اطلاع رسانی می‌کرد، دقیقاً تو همین زاویه پشت این آبنمایی که در اینجا می‌بینید و تمام این درخت‌های شاید بشه گفت چند ده ساله‌ای که تو این محوطه شیشه‌ای بود از بین رفته، سوخته. این هم قطعه‌ای از تنکه و وسایل سرمایشی و خنک کننده که تو ساختمون بود همکارا استفاده می‌کردن، تماماً به پایین پرتاب شده. خیلی از سازه‌های این قسمت که همونطور که عرض کردم پلاستیکی بود ذوب شده. این قسمت رو ایمان جان بگیر، اینجا پر از بوته‌های گیاهی بود، برای فضای سبز بود، کامل از بین رفت. همکارانمون تا آخرین لحظه تو این محل، دقیقاً همین محلی خانم امامی حضور داشتن و اطلاع رسانی می‌کردن، این نقطه بود. می‌بینید چه آسیب جدی رسیده. بخش گرافیک خبرگزاری، تحریریه علم و فناوری، تحریریه رادیوی ورزشی، بخش ورزش، تحریریه مسکن و سایر قسمت‌هایی که همکارانمون اینجا تا آخرین لحظه تلاش کردن، اما از چیزایی که باقی مونده یک صندلی کاملا سوخته که همچنان حرارت داره، کیس‌های کامپیوتر و امکاناتی که اینجا بود همکارانمون تلاش می‌کردن برای اطلاع رسانی، اما به تلی از خاکستر تبدیل شده. و اینجا هم طبقه پایانی ساختمان شیشه‌ای، همون طبقه چهارم که محل شهادت یکی از همکارانمون بود و بیشتر از این دیگه ما نمیتونیم جلو بریم. کاملا سازه فرو ریخته تو طبقه چهارم و سمت راست و این سمت چپی که مشاهده میکنید کاملا از بین رفته و نیما رجبپور عزیز تو این محوطه بود که آسیب جدی دید و به شهادت رسید.